امروز بر شما داستان شیر و اسب میگویم. سلام علیکم بچه‌ها و دخترکای خوب، انشالله که صحتمند باشین. امروز داستان شیر و اسب به شما میگویم. در زمانهای بسیار قدیم یک قهرمان یا یک جنگجو که شاهزاده بود و بسیار در جنگ کردن مهارت داشت به شکار رفت. او در جنگلات به شکار می رفت و خرگوش، آهو و حیوانات دیگر شکار می کرد. یک روز داخل یک جنگل بسیار کلان شد. تمام جنگل گشت تا ای که خیلی خسته شد. بالاخره از سر اسب پایین شد و خودش به یک درخت تکیه زد تا استراحت کنه و اسب خود بسته نکرد. گفت اسبش بچره و سبزه بخوره. شاهزاده به خواب رفته بود که به ناگاه یک شیر پیدا شد. شیر با خود گفت اول شاهزاده را بخورم یا اسب. با خود فکر کرد که اگر به سوی شاهزاده بدوم او از خواب بیدار شوه، سر اسب میشینه و فرار میکنه. پس اول باید اسبش از پای در بیارم و بخورم بکشم که شاهزاده رای فرار نداشته باشه. از این لحاظ آهسته آهسته به طرف اسب رفت و به اسب نزدیک شد. چون اسب متوجه شیر شد به شیر گفت از اینجا برو ورنه با لگد هایم تو را از بین میبرم. شیر خنده کرد گفت میفهمی که من پر قدرت ترین حیوان جنگل هستم، کسی مرا کشته نمیتونه. اسب گفت باز هم بر اختار میتم که نزدیک نشو. اینجا بود که شیر به سوی اسب حمله کرد. اسب با دو پای خود بسیار محکم به سر شیر زد. شیر به زمین افتاد و از حال رفت و باز هم اسب با پاهای جلوی خود خوب محکم به سر شیر کوفت و لنگان فرار کرد. شاهزاده چون از خواب بیدار شد به اسب گفت چرا شیر را زدی؟ اگر او به تو حمله می کرد و تو را از بین می برد، من مجبور بودم که تمام این جنگل پیاده به قصر بروم. اسب گفت که ای شاهزاده، من مواظب شما باید باشم. از این خاطر شیر بسیار مغرور و متکبر بود که میتونه هر کس بخوره، در حالی که قدرت و نیرو در بدن هر کس پنهان می باشه. بله دوستان عزیز، این بود داستان امروز. تا داستان بعدی، خداحافظ.